مدینه منوره، شهری که مرقد مطهر رسول خدا حضرت محمد مصطفی را چون نگینی در بر گرفته است. شاهنشاه آریامه در میان یک استقبال پرشور به شهر مدینه وارد می شوند. مسجد النبی مورد بازدید شاهنشاه قرار می گیرد. شاهنشاه مرقد مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت می کنند. مدینه منوره پناهگاه پیغمبر اکرم از ستم دشمنان بود و هم در این شهر بود که رسول خدا دیده از جهان فرو بست و امروز مرقد مبارکش زیارتگاه مسلمانان جهان است. از قبرستان بقیع و نقاط تاریخی شهر مدینه دیدن می شود. شاهنشاه در حالی که بالا حضرت امیر مشعل ابن عبدالعزیز امیر منطقه مکه و چند تن از شاهزادگان در التزام هستند، برای زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج عمره به مکه معظمه مشرف می شوند. در خانه خدا رهبر عالی قدر ملت ایران با خلوصی روحانی به نماز می ایستند و با خدای خود به راز و نیاز می پردازند. یا الله یا ولی العافیه. طواف خانه کعبه. خداوندا ما را در دو جهان پاداش نیک عطا فرما و از رنج آتش دوزخ به دور دار. خدایی جز خدای